سرخط خبرها. دیدار وزیر معادن با سفیر چین در کابل. تاکید وزارت مالیه بر مدیریت بهتر بودجه عمومی از سال روان در کشور. و کشته و زخمی شدن 44 تن در پی آتش سوزی یک مرکز تجاری در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 ماه سور سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. مولای هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیوم در دیدار با سفیر چین، رئیس عمومی MCCT، رئیس کمپانی MGAM و هیئت همراه آنان درباره پیشرفت و چالش‌های پروژه مس عینک گفتگو کرد. به گفته وزارت معادن و پترولیوم در این نشست عدم اجرای برخی تعهدات مندرج در قرارداد معدنکاری مس عینک مورد بررسی قرار گرفت. رئیس عمومی MCCT نیز درباره فعالیت‌های انجام نشده معلومات ارائه کرده و بر پیگیری آنها تعهد سپرد. وزیر معادن تاکید کرد که کمپانی مسئول باید مطابق مفاد قرارداد اقدامات عملی را برای تطبیق کامل پروژه روی دست گیرد. وزارت مالیه ورکشاپ آموزشی یک روزه را درباره اجرای اصولنامه بودجه عمومی سال 1405 و ثبت تخصیص‌ها برگزار کرد. در این ورکشاپ عبدالقدیر احمد معین مالی وزارت مالیه گفت که تمام عوایدهای بودجوی باید به جلوگیری از مصارف غیر ضروری و مدیریت بهتر بودجه عمومی توجه جدی داشته باشند و فعالیت‌های مربوطه را مطابق با اصولنامه تعیین شده بودجه انجام دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرد که در جریان سال 1404 خورشیدی حدود 70 ابده تاریخی در کشور سروی که از این میان 15 ابده جدید ثبت شد. به گفته این وزارت در سال گذشته همچنان حدود 23 ابده تاریخی در ولایت‌های کابل، کندهار، بامیان، غزنی، کنر، لغمان، پکتیکا و هلمند بازسازی شد و کار بازسازی برخی دیگر ادامه دارد. این وزارت افزوده که در بخش حفظ و نگهداری آبدات تاریخی 4 نهاد ملی و بین المللی با ریاست حفظ آبدات تاریخی همکاری داشتند. و خبر آخرم، رسانه‌های ایران گزارش دادند که در پی آتش‌سوزی گسترده در یک ساختمان تجاری به نام ارغوان در غرب تهران، پایتخت این کشور، دست کم 8 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست، اما دولت دستور بازداشت سازنده این ساختمان را صادر کرده است. بینندگان گرامی، از توجه شما به خبرهای این ساعت جهان سپاس. الله حافظ و نگهدارتان.